السلام علیکم بچه ها. یک بار دیگر با دقت اهمیت میدیم برای خوانندگانی صنف 5. من این نمودی مثال ها و تاریخی کسره های آمیخته و بسیاری بچه های ما دشواری و روبرو میشن. چون بچه ها نگاه کنید ها، قسم کسری ترک شونده، قسم کسری ترک کننده کم. یک دوی ترک کرد نمیتونیم که عددی 8 سه ترک نمیتونیم. اینکه یک دوی ترک کرد نمیتونیم. یک بار دیگه میفهمم این خیلی با این حالت هم ما چیکار میکنیم؟ عملا این قسمی بوتون یک تا قرض میتیم. معنای قرض دادن ما همین که 8 را چند میکنیم؟ کم میکنیم 7 و 3 یکی مینویسیم. یک تا کمی کردیم ما به نمودی 3 یکی مینویسیم. 3 یکی جمع یک 3 یکی که چند 3 یکی میشه؟ 4 3 یکی. 7 بوتون چند بوده است؟ 4 3 یکی. یک بار دیگه اینه فهمونم 8 بوتون و یک 3 یکی اگر یک تا کم کنید مخرج چند آزید؟ 3 می صورت به این 3 جمع کنید. این 7 بوتون چند؟ 4 3 یکی. اگر 2 تا کم کنید چه میده؟ 2 تا 3 صورت به منویسید 6 7 3 یکی. همین خیلی رو رفته میگیره. فهمیدین بچه‌ها؟ معنای کم کردن ما الان همین چیز. یعنی 7 بوتون و 4 3 یکی ترکی 3 بوتون و چند؟ 2 3 یکی. فهمیدین بچه‌ها؟ حالا کو نگاه کنید A7 قسم بوتون ترک میکنیم. A7 3 گیریم چند به برابر میشه؟ 4 بوتون. آفرین. ترک A قسم کسری ترک میکنیم. A4 3 1 2 3 1 ترک کنیم چند؟ 2 3 1 4 بوتون و 2 3 1. فهمیدین بچه‌ها؟ یک